شکسته بالا نمیاد. با کمک این دست سالم زیر دست شکسته رو آورد یه کمی بالا، سر بلند کرد. همه بچه ها دارن گریه میکنن. فزه میگه من سر به دیوار دارم گریه میکنم. خدا چی میخواد بیبی دعا کنه؟ انشالله دیگه از امروز به بعدی خونه فرق میکنه. این وقت دیدن عرض داشت خدایا من فاطمه، خدا من فاطمه دختر رحمت للعالمینم، دختر پیغمبرم. تا اسم پیغمبر اومد هنوز چیزی از داغش نگذشته بود، همه شروع کردن گریه کردن. تا شروع کردن گریه کردن صدا داد خدا به حق پیغمبر، به حق پیغمبر حالا دیگه مرگ فاطمه رو برسون. جان اینجا کاشانه ها، اینجا کاشانه ها. ای داد بیداد، نمیدونم بچه ها آمین گفتن یا نه، اما دست افتاد پایین. یه وقت دیدن زینب اومد تو بغل مادرش نشست. مادر میدونم دعات مستجاب شد، اما مادر به خدا یتیمی ما زود بود. مادر یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا. جانم 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 جانم، دلت برای آقا تنگ شده الان میگم. قول دادم گفتم به داعش رو میگم، قول دادم گفتم به داعش رو میگم. اسما میگه علی داشت بدن فاطمه رو غسل میداد، بدن رو غسل داد. بگذرم از این که چجور غسل داد. اسما میگه یه وقت دیدم در بین غسل دادن هی میفرمود اسما به بچه هم بگو ساکت باشن، به بچه هم بگو ساکت باشن. میگه هی اومدم گفتم حسن جان، حسین جان، زینب جان، ام کلثوم، باباتون میگه ساکت. میگه حتی یه مرتبه اومدم دیدم این بچه ها این آستینا کردن تو دهنشون، صدا گریهشون بالا نیاد. اما رفتم تو دیدم خود علی دست از غسل دادن کشیده، سر به دیوار گذاشته، ای بلند بلند داره گریه میکنه. آقا فقط بچه ها ساکت باشن. فرمود اسما دست از دلم بردار. آقا برای تنهایی خودتون گریه میکنید یا جوونی زهرا؟ دست از دلم بردار اسما، برای یتیمی بچه ها اسما دست از دلم بردار. بیا ببین هنوز بازوش برم داره. وای 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 وای. همه اینا رو مقدمه گفتم برای این روزه. حاجای دینداری شلال کنن تمام خوندن من. آخ 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 بدن و قشت سیدا در گوشاتون رو بگیرید، در گوشاتون رو بگیرید سیدا، در گوشاتون رو بگیرید. قسل داد، پهلوی شکسته رو قسل داد، تو دل شب قسل داد، تو نور ماه کبودی صورت هم دید و قسل داد. بگذرم بدن رو کفن کرد، منهای کفن رو بست. یه وقت نگاش افتاد پشت در، دیدیم بچه ها دارن ای به آسمون میرن به زمین میان. آقا مادرم فرمود از ما به بچه ها بگو بیان یه بار دیگه مادرش رو ببینن. اینم یه ودا، آی قربونه ودا کنن داد برم مادر. علی میگه تا بچه ها به طرف بدن مادر اومدن، دیدم حسن و حسین جلوتر از همه دارن میدوند. رسیدن بالا سر مادر، یه مقدار خیره خیره تو صورت مادر، دیدم خودشونو پرتاب کردن رو سینه مادر. هر کی عشق داره بسم الله تمام روزه من. علی قسم یاد میکنه، میگه دیدم بندهای کفن یکی یکی ماشو. به 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 به. چه خبر امشب؟ چه خبره هیئت ابوالفضلی کاشان؟ چه خبره؟ یا ابو عبدالله خوش اومدی آقا جان. میگه دیدم بندای کفن یکی یکی باز شد. زهرا یه واله زد. جان 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 یه ناله ای زد دستاش از کفن بیرون، یه دست گردن حسین انداخت.
حسن هی صدا میزد مادر مادر قربون صورت کبوده آی دینداری عالی مدد آخ مادر قربون پهلوی شکستت برم هرچی صدا داری بگو یا زهرا